کیوترانگ استودیو تقدیم می‌کند. مامان دردش ها؟ جون مادرت منو نکش. بخشش برای افراد ضعیف. یعنی میخوای با من چیکار کنی؟ برای الان فعلا عضوی از خدمه من میشی. بینگان مامان خانوما. ای مادر فلان، ببین با آرنجم چیکار کرد. وقتشه که برگردم، ولی خب من دست خالی بر نمیگردم که. من مطمئنم اینا عالی میشن وقتی بریزمشون توی سوپ. سلام فرزندانم، من میخواستم شما را آگاه کنم از سفری که با اون مکان نفرین شده داشتم و جنگایی که داشتم. قبلش دوست دارم یه خوش آمدگویی بزرگ تقدیم دوست جدیدمون کنیم. الکاس. سلام الکاس. الکاس اهل شهر نوراست و اینکه فکر نکنم بعدشون بیاد که بهشون بگم واقعا خوب میجنگن، ولی امروز من اینجام که کمکش کنم راه درست رو انتخاب کنم. میذارم کف دستت، ولی من فکر نکنم که آخرش همو پاره میکنیم. چقدر رک صحبت میکنی. اما خبر دومم، غذای بیشتر برای همه. تو بایست حواست باشه که بقیه میرن اون جا. تو بایست کجاست؟ همسر من کجاست؟ میترسم که اینو بگم، ولی فکر کنم زن شما به راه راست دویت شد و پیش ما رفته. این بده. از صمیم قلب دلم براش تنگ میشه. باشه تو، ما الان ازدواج کردیم. فقط ممنون. اینم روپوش ازدواج. وای چقدر بهم میاد. و اینکه اگه میتونی لطف کن و از این قارچه حفاظت کن تا امروز صبح تمام تلاشمو میکنم. مامان عمومی. و قبل اینکه شروع کنم، امروز کسی غیبت کرده؟ پیتر سرورم، او در بند است. اون وقت به چه دلیل؟ او تصمیم داشت که صحبت کنه. بارگان دیگر. مگه آسمون به زمین میاد من هر چند وقت یه بار ننمو ببینم؟ حرف نزن خیانتکار. من گوشی گفتم خفه. قایب. و اولین جایی که قراره برای کار بریم گودال مبارزه و مبارزامونم یوکی و سایمونه. مبارزه خودمونیم. میتونم این کارو 100 بار بکنم. هممون همینیم. اینم اولین قدم جشن امروزمون. قبل از اینکه بریم اینجا کسی هست که بخواد حرفی بزنه؟ جانم جیمز. یعنی میشه با جنازه ای تو باعث نزدیک حرم کاری کرد؟ دیگه واقعا داره بو میگیره. آره منطقی. جان خب ما سعی کردیم با ریختن گل و عطر و اینجور چیزا روی جنازه قضیه رو حل کنیم، ولی کار نکرد. جان این دیگه شکوفتیه. چرا تا الان کسی اینا رو ور نداشته خاکشون کنه بندازتشون زیر زمین؟ خب تا 3 روز نبوده من چه خاکی تو سرم کنم؟ برای اینکه نمیدونستی چی کار کنی ورداشتی جنازه ی همسر سابق من آوردی بیرون ول کردی. خب همیشه تو این جور چیزا رو جمع میکنه. خب این سری هم تو نبودی. ناموسن من غذای همتون رو جور کردم اینجا، ندیدم کسی از گشنگی بمیره. خب راستش هم وقتی تو رفتی ما میشی نخوشتگی ننمو خوردم. چرا من این همه شما رو با نون بربری و غذا تنها گذاشتم؟ من ازشون چجوری استفاده کنیم؟ داشتم لوک رفته کنال مسئولامو گل کاشتش کدوممون نمیتونیم نزدیکش پس بشیم. همتون هیچی نمیخورید؟ همتون فقط اینجا رو تمیز میکنید و بابا خفش غذا میمونه. من تو بهشون مثلا تو راجع به میل کردن تو کاسه چیه؟ آره پسر راست میگه. آفرین. پس چجوری همتون نزدیک محصولات زراعی میرید؟ لوک در مورد خودت توضیح من هر بده. جا احساس کنم پیپی دارم کارمو میکنم. چی بگم آخه بهت؟ به نظر منم راست گفت. خب پس هممون یه قدم برمیگردیم عقب. روی عقب نه من منظورم این. خب پس الان تو بایست دفن میکنم، بعدش هم میرم پیپی من میخوام بخورم چون فقط لطف کنه کارشو تو کاسه بکنه. اگه قراره اون تو کاسه پیپی بخوره پس منم قراره بخورم. قرار نیست تو کاسه پیپی بخوره. خب بس چی همینجوری روی زمین بخوریمشون این حال بهم زنه. ما سوپ قارچ داریم. میبندم درش پیپی وجود داره. اگه کری ممنونم. خواهش میکنم. مطمئنم اگر سوپ با دست بخورم خوشمزه میشه. سلام عزیزم، اوضاع چطوره؟ خوبه، من همین الان خونه جدیدمون رو ساختم. عالیه، به هر حال ممنونم. لوله کشی امروز قراره شروع شه و ما باید دوباره صرفه جویی کنیم. عالیه، فوق‌العاده است. همه چی خوبه؟
دوستت دارم. میدونی منم دوستت دارم ولی فقط یه روزه که من میتونم یکم بیشتر از اون چیز داشته باشم. جود چه بلایی سر چشمات اومده؟ چه بلایی سر چشمای تو اومده؟ 20 تا شدن. جان عزیزم این قارچه رو از کجا پیدا خب کردی؟ راستش از نورا. فکر کنم اونا قارچگی سمی‌ان. راستش نباید اونا رو خورد. عجب چیزی بود. خیلی خوب پس برای مدت کوتاهی اونا قراره خنگول بزنن و کارهای احمقانه بکنن. چیزی نیست خوب میشن. No. مرد برشه. یه دکی بیماریه من میخوام دوباره تحت کنترل باشم. بیاریدش پایین. الان آقا شکل من جلوش حالتی میشه لطفاً آروم باشید. میتونیم با صحبت حلش کنیم. حالت خوبه؟ بهم گوش نمیدن. خودشه همون تصویر شیطان تو ذهنم. چرا انقدر ما رو پشم حساب نمی کنی؟ توضیح بده. چجوری میتونم با شما اینجوری صحبت کنم؟ شیطان بدبخت. نه منظورم اینه که چجوری میتونم با شما صحبت کنم وقتی همتون رو به من وای نستادید. اون صداها رو شنیدی؟ من هیچی نمیتونم بشنوم. پس از کجا فهمیدی من چی گفتم؟ جان شیطان اونجا. پای ناکسشه. الان چشم پشت سرم بمون. باشه بس کنید. گفتم بس کنید. من رهبرتونم و به شما دستور میدم بس کنید. عاشق این اتفاقم که داره بیافته. مامان خانومم. الان چی کار کنیم؟ این ماییم که فقط موندیم عزیزم. باید با همدیگه شهر رو از اول بسازیم. مچه ها اینجا داره گرم میشه ها. ولی من هنوز گوشینمه.